ویدیو شماره 8: تقاضای تجدید نظر در دادگاه. ریکورسو به معنای تقاضای تجدید نظر است. تو حق داری که به تصمیم کمیسیون اعتراض کنی و برای این کار نیاز به یک وکیل داری. اگر وکیل را نمیشناسی، از اتحادیه حقوق مهاجران مانند ارچی، چنترو استالی، کنسیلیو ایتالیانو پر ای ریفوجاتی یا چیر کمک بخواهی. اگر پول نداری که به وکیل بدهی، کمک حقوقی مجانی بخواه. وکیل از تو می خواهد ورقی را امضا کنی که مشخص می سازد تو پول نداری تا برای تجدید نظر مصرف کنی. در ایتالیا می توانی به یک تصمیم تا 3 بار تقاضای تجدید نظر کنی، در صورتی که وکیل تصور می کند که تو احتمالاً از حمایت بین‌المللی برخوردار می شوی. اولین بار می توانی تقاضای تجدید نظر کنی اگر 1. کمیسیون به تو حمایت سویسیداریا بدهد و اگر اعتقاد داری که باید پناهندگی تو به صورت کامل پذیرفته شود. 2. اگر کمیسیون به تو حمایت اومانیتاریا بدهد. 3. اگر کمیسیون تقاضای پناهندگی تو را رد کند. در طول درخواست تجدید نظر، تو حق داشتن اجازه اقامت برای پناهندگی را داری که مدت آن 6 ماه است و تا زمان تصمیم قاضی قابل تمدید است. قاضی به وکیل اطلاع می دهد که تو کی می توانی این اجازه اقامت را از کوئستورا بگیری. اجازه برای درخواست پناهندگی حق برای شرکت در دوره‌های آموزشی و کار را به تو می دهد، اما نمی توانی آن را به یک اجازه اقامت برای کار تبدیل کنی. تو حق پذیرفته شدن و زندگی در کارا و یا اسپرار را داری. اگر در حال حاضر در کارا هستی، می توانی تا زمان تصمیم قاضی در آنجا بمانی. اگر در چیه بازداشت هستی، تمام مدت زمان لازم برای تقاضای تجدید نظر و تا زمان تصمیم گیری قاضی در این مرکز باقی میمانی. بر اساس قانون حد اکثر 12 ماه می توانی در چیه باقی بمانی. اگر دلایل بازداشت دیگر قابل اعتبار نیستند، حق خارج شدن از مرکز چیه را داری و می توانی درخواست پذیرش در مرکز پناهجویان را کنی. قاضی می تواند تو را به عنوان حمایت شده و یا پناهنده سیاسی، حمایت شده سویسیداریا و یا حمایت شده اومانیتاریا بشناسد و یا درخواست پناهندگی تو را رد کند. رد درخواست پناهندگی به این معنا است که تصمیم قبلی کمیسیون بین‌المللی که قبلا گرفته شده قابل اعتبار می باشد. به رسمیت شناختن حمایت تو به این معنا است که می توانی توسط اجازه اقامت در ایتالیا بمانی. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره به رسمیت شناختن حمایت، ویدیو شماره 9 به رسمیت شناختن حمایت بین‌المللی را تماشا کن. بر اساس قانون، قاضی در طی مدت زمان 6 ماه از تاریخ ارائه درخواست تجدید نظر به توسط وکیلت تصمیم خواهد گرفت. در حقیقت این مدت زمان انتظار می تواند طولانی تر هم باشد. کورت داپلو می تواند تو را به عنوان حمایت شده و یا پناهنده سیاسی، حمایت شده سویسیداریا و یا حمایت شده اومانیتاریا بشناسد و یا درخواست تو را رد کند. بر اساس قانون این دادگاه در مدت زمان 6 ماه از تاریخی که وکیلت درخواست تجدید نظر را در کورت داپلو ارائه می کند
تصمیم گیری می کند. در حقیقت این مدت زمان انتظار می تواند طولانی تر هم باشد. از زمانی که تصمیم این دادگاه یعنی کورت را دریافت می کنی، فقط 30 روز وقت برای درخواست تجدید نظر را در کاساسیون داری. کاساسیون یک دادگاه است که برای درخواست تجدید نظر تو برای بار سوم تصمیم گیری می کند. همچنین برای این بار هم نیاز به کمک یک وکیل داری. بر اساس قانون، دادگاه کاساسیون در مدت زمان 6 ماه از تاریخی که وکیلت درخواست تجدید نظر را برای بار سوم ارائه کرده است، تصمیم گیری می کند. کاساسیون می تواند تو را به عنوان حمایت شده و یا پناهنده سیاسی، حمایت شده سوسیداریا و یا حمایت شده اومانیتاریا بشناسد و یا درخواست تجدید نظر تو را رد کند. رد درخواست تجدید نظر به این معنا می باشد که تصمیمی که کورت داپلو برای درخواست تو گرفته است قابل اعتبار می باشد. به رسمیت شناختن حمایت به این معنا است که توسط اجازه اقامت می توانی در ایتالیا بمانی.